صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، باب 4: سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. از بس که هدف نوبتی ما در آینه تاریخ قیاس نمودن برد و باخت این سه دولت توران اصلی آریایی بنیاد پارتها، کوشانیان و هیتالیان است، خواه و ناخواه ضرورت پیش می آید که با بخش‌های مفهوم اساطیری، تاریخی، جغرافی و اتنیکی توران و تورانیان روشنی اندازیم. باید گفت که آید به تقدیر تاریخی تورانیان و ایرانیان در عهد دولتداری نیاگان ما، چی در زمان پیدایش اوستا و چی در زمان شاهنشاهی هخامنشیان، یگان رساله مکمل و دامنه‌دار که از تصورات‌های اساطیری و روایتی خالی باشد نرسیده است. در قیاس آثار تاریخ‌نگاران عهد عتیقه یونان و ریم، آثار خطی نیاگان ما یعنی قسمت‌های پراکنده اوستا و سرچشمه‌های پهلوی ضدیت میان تورانیان و ایرانیان را از جنبه‌های دور اساطیری و اعتقادات دینی آغاز می‌بخشند. اگر اندیشه بالایی را روشن‌تر افاده نماییم، می‌توان گفت که تا پدید آمدن تاریخ‌نگاران عهد اسلام در سرچشمه‌های باستانی آریایی‌ها خرونولوژی معتمد و سالشماری عهد قدیم با فرض و تخمین‌های اساطیری آمیزش یافته، جدا نمودن سرحد بین واقعیت اساطیری و واقعیت تاریخی را خیلی دشوار می‌نماید. حتی ابوریحان بیرونی که 1000 سال از این مقدم ایام پادشاهی ملک گذشته و اختلاف‌های تاریخی را با هم قیاس نموده، جدول نسبتاً مکمل مدت سلطنت پادشاهان بابل، آشور، قبط، بنی اسرائیل، ملوک کلدانی، همچنین پادشاهان مقدونیه، روم و قسطنطنیه را آورده است. در تصنیف تاریخ شاهنشاهان ایران تا جای در می‌ماند. جنگ بین ایران و توران در تاریخ بشریت یکی از شدیدترین و طولانی‌ترین نبردهایی است که در طول هزار ساله‌ها تار و پود هستی این خلقیت‌های آریایی نژادی هم قوم و هم زبان و هم قسمت را فرا گرفته. آغازهایش در کتاب مقدس اوستا با آب و رنگ شیوای اساطیری به جلوه آمده است. تاریخ بشریت از ابتدا تا امروز این گونه نبرد شدید، طولانی و پرحوادث خلقیت دیگری را یاد ندارد که هم در لباس اساطیر و روایت و هم در روند واقعیت تاریخی در طول هزار سالها بارها خاموش گشته و از نو علنگه گرفته فرجام نهایی خود را نیافته باشد. این تلاش و ضدیت‌های آشتیناپذیر قبلا از جنبه‌های اساطیری ابتدا یافته، چون اختلاف شدید میان روشنایی و ظلمت، نیکی و بدی و هرمزد و اهریمن چون دو انگیزه با هم دشمن به ظهور آمده، درگاه‌ها، یشت‌ها و دیودات و دیگر قسمت‌های من بعده اوستا با مرور جریان یافتن واقعه‌ها ماهیت نیم تاریخی و تاریخی کسب می‌کند و دیگر قسمت‌های من بعده اوستا با مرور جریان یافتن واقعه‌ها ماهیت نیم تاریخی و تاریخی کسب می‌کند. سرمنشأ پیدایش تورانی‌ها و ایرانی‌ها و اوج گرفتن ضدیت بین آنها موافق معلومات پراکنده اوستا و سرچشمه‌های پهلوی قبل از همه با نام فریدون وابسته است. موافق روایت شاهنامه فردوسی که به حیث یکی از معتمدترین سرچشمه‌های ادبی و تاریخی اعتراف شده است، بعد سر جمشید اهل عیال و فرزندانش از تعقیب ضحاک اژدها بردوش گریخته در میان شبانان و کوههای دستنارس پناه بردند. مدت 1000 ساله که ضحاک پادشاه بود، بدی برنکی ظفر یافته، اهریمن راهنمای و مصلحتگر و دیوان و دیوسیرتان در خدمت این شاه بدمنیش خون بیگناهان را میریختند، سرکشان و نافرمانان را میکشتند. کاوه آهنگر به رمز دادخواهی بیرق چرمینی را سر نیزه بسته همراه مردم دلازرده و ستم دیده به نشیمنگاه فریدون آمدند که از نژاد شاهان آریان زمین بوده، نسبش به طهمورث دیوبند می رسید.
фаридун аз байрақи чармин фолине гирифта онро бо матоъҳои гаронбаҳою зару гавҳар орост ва онро дирафши ковёнӣ номид. бо фармоиши фаридун оҳангарони беҳтарин гурзе рехтанд ки сари гурз шабеҳи сари барзагов буд. фаридун ба лашкари додхоҳ сарварӣ намуда роҳи пойтахти заҳок ганги диждухтро пеш гирифт. ӯ бо зарби гурзи говсар посбонони қасрро ҳалок сохта, дарвозаҳоро кушод ва ҷодугарону наррадевонро ҳалок сохт. фаридун ганги диждухтро фатҳ намуда тилисмеро ки заҳок бар қасраш сохта буд дар ҳам шикаст. аз ҳарами заҳок хоҳарони ҷамшед шаҳрноз ва арнавозро озод намуда бо фари хусравона бар тахти оҷ нишаст ва он ду нозанинро ба паҳлӯяш ҷой дод. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.